شما طلای منو میخوای بگیری پهن جاش بدی؟ آقای قدیر 10% زمانی که بنزین رو گرون میکنی زندگی منو 10% گرون میکنی، زندگی شما شهریه رو 0.5% ازه بده. اون وقت شما میخوای بنزین منو که طلاست و زندگی منو 10% شما یه طرفه میبینید ریال پهن به من بدی. شما با گران کردن بنزین، با گران کردن روغن، با گران کردن نون زندگیشونو میپاشونید، بعد یه مش ریال پهن میدید یارانه. این شما الان داری 3 تا قیمت میدی. میدونی الان مردم ایران قیمتی که برای بنزین میدن بیشتر از قیمتی که تو داری به پاکستان و افغانستان میفروشی. این حرفا چیه؟ بله از کجا این حرفا؟ کی داره کم حرف میزنه؟ شما با مردم ایران گرونتر حساب میکنید. قیمت تمام شده شما بر اساس پالایشگاهی که زمان شاه ساخته شده اونو با مردم ایران حساب میکنید. نه عزیز من. چرا عزیز من؟ الان چرا عزیز من؟ بابا نفت خام که صادر میکنیم پولش مال کیه؟ چجوری قیمت تمام شده چیزی که زمان شاه ساخته شده، چیزی که زمان شاه تولید شده با مردم ایران تو قیمت بنزین حساب میکنید؟ شما یه متناقضید. تناقضتون اینه، با من قیمت کارمو به افغانستان حساب میکنی، قیمت بنزین رو با منی که داری به حقوق افغانستان به من حساب میکنی، به دبی میخوای با من حساب کنی. لطفاً زندگیمو گرون نکن. بسه. شما ببینید منو گول نزن آقای قدیری. به من بگو الان دفعه بعد دلار گرون شد با این بنزینی که دوباره ارزون شده میخواد چیکار کنی با من؟ من میگم دلار ارزون‌تر خواهد. آره چند بار از این عرض میکنم دارم پدر مردمو در آوردی. اشتباه میکنی. پدر مردمو در آوردی. نه الان داری یارانه میدی. یارانه کجا بود؟ یارانه برای ما باقی نذاشتید. شما ریال رو هی پهن میکنید، هی میگید بنزین ارزونه. بنزین چی ارزونه؟ 3 بار تا حالا به قول خودتون قیمت بنزین رو واقعی کردید، بعد ریال رو پهن میکنید دوباره میگید بنزین ارزونه. بابا پدر ما رو در شما ایران خود رو درست کردی 16 میسوزونه عزیز من. یه مجموعه رانتی درست کردی 16 میسوزونه 20 میسوزونه. خب اجازه بده لکسوس وارد شه 4 بسوزونه. ما اصرار میکنیم دیگه همه دانشمندان دارن میگن آقا میزان سرانه. دانشمند نیستن، اونا مالکشن، اونا مزدورن. مردم ایران چیزی ندارن بخورن که زیاد مصرف کنن. 7 دهک زیر خط فقرن آقای. اونا خط فقر چه ثروتمند 7 دهک ثروتمندان 1 دهکن. چی میگی؟